بوده. افغانیا گفتن که حاجی زاده ما کجا با معاونینش جلسه داشته. چرا نمیریم باگای امنیتی رو شناسایی کنیم؟ چرا پاسخگو نیستین؟ دیروز همونجور که مستحضر هستین وزیر محترم اطلاعات و معاون ایشون در جلسه غیرعلنی مهمان ما بودن. بعد از اتمام فرمایشات بزرگواران من خدمت معاون محترم وزیر رسیدم، در خصوص مسئله جاسوسی اتباع از ایشون استعلام کردم. قبلا هم هفته قبل از یکی دیگه از مقامات وزارتخونه استعلام کرده بودم. به من فرمودن در میان بازداشتیایی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع افغانی وجود نداره. بله بازداشتی افغانی داشتیم ولی به جرم جاسوسی نبوده، جرایم دیگه ای بوده. من نکته‌ای که میخوام تقدیم کنم اینه، ببینه عزیزان، متاسفانه مسئله نفوذ داره فروکایی داده میشه به عذرخواهی میکنم بخوام محاوره بگم به گل محمد و جان محمد سر کوچه. امنیت ملی ما فلان روز فلان ساعت کجا جلسه داره. افغانیا گفتن که سحری که حمله شروع شد سردار سلامی ما کجای تهران بوده. افغانیا گفتن که حاجی زاده ما کجا با معاونینش جلسه داشته. چرا نمیریم باگای امنیتی رو شناسایی کنیم؟ چرا پاسخگو نیستین؟ چرا یه جواب درستی نداریم برای ملت؟